با سلام، دکتر منصوری هستم، متخصص اورولوژی و امروز میخوام راجع به یبوست صحبت کنم. این مشکل شایع گوارشی که باعث عوارض مهمی در سیستم ادراری میشه. در واقع یبوست دراز مدت باعث 3 آرزه مهم در عملکرد مثانه میشه. اولا اینکه وجود یک توده مدفوعی در پشت مثانه باعث میشه که ظرفیت مثانه کاهش پیدا میکنه و زمینه بروز انقباضات نابجا رو در مثانه فراهم میکنه. در نتیجه بیمار با مشکل تکرر ادرار و فوریت ادرار مواجه میشه. دوم اینکه وجود توده مدفوعی در پشت مثانه و فشاری که روی گردن مثانه میاره باعث بروز انسداد میشه در تخلیه ادرار. در نتیجه تخلیه ادرار به خوبی انجام نمیگیره و زمینه بروز عفونت‌های مکرر ادرار و متعاقب اون آسیب به مخاط مثانه فراهم میشه. و نکته بسیار مهم دیگه این هستش که یبوست دراز مدت روی عروق و اعصاب مثانه اثر تخریبی ایجاد میکنه و در دراز مدت اگه به یبوست رسیدگی نشه و این تخریب ادامه پیدا کنه باعث میشه که مثانه قدرت انقباضیش رو از دست بده و فرد مواجه میشه با یک مثانه شل که توانایی انقباض کافی رو نداره. بنابراین باید دقت داشته باشیم در درمان یبوست. چه افرادی بیشتر مستعد یبوست هستند؟ کلا در زمانی که میانسالی شروع میشه، فرد کاهش تحرک در زندگی داره، افرادی که دچار دیابت هستن، افرادی که دچار کمکاری تیروئید هستن، افرادی که وزن بالا دارن و مشکلات مفصلی دارن و تحرکشون کاهش پیدا میکنه، همه این افراد در معرض بروز یبوست قرار میگیرن. اما برای درمان چه میشه کرد؟ کلا باید سبک زندگی تغییر کنه. اولا باید مایعات بیشتری نوشیده بشه. دوم اینکه در هر وعده غذایی فیبر زیادی استفاده بشه، میوه و سبزی به اندازه کافی مصرف بشه و نکته بسیار مهم دیگه اینکه فعالیت بدنی باید افزایش پیدا کنه. اگر در درمان یبوست با تغییر سبک زندگی موفق نبودید، حتما باید به متخصص گوارش مراجعه بفرمایید و اگر نیاز به تصویربرداری یا کولونوسکوپی بود حتما انجام بدید. متشکرم از توجه شما.